در روم باستان در زمان امپراتور کلادیوس دوم کشیشی به نام ولنتاین زندگی می‌کرد. کلادیوس معتقد بود که سربازان مجرد جنگجویان بهتری هستند، زیرا تعلقات خانوادگی ندارند و تمام تمرکزشان روی جنگ است. به همین دلیل او ازدواج سربازان را ممنوع کرد. اما ولنتاین این قانون را ناعادلانه می‌دانست. او مخفیانه به سربازان کمک می‌کرد تا با معشوقه های خود ازدواج کنند. وقتی کلادیوس از این موضوع باخبر شد، دستور داد ولنتاین را زندانی کنند. در زندان، ولنتاین با دختر نابینای زندانبان دوست شد. او به دختر کمک کرد تا بیناییش را به دست آورد. این موضوع باعث شد که ولنتاین در بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کند. سرانجام در روز 14 فوریه به دستور کلادیوس دوم ولنتاین اعدام شد، اما یاد و خاطره او در بین مردم باقی ماند. آنها این روز را به عنوان روز عشق و محبت نامگذاری کردند و هر سال در این روز به یاد ولنتاین به یکدیگر گل و هدیه می‌دهند.